آیا میدونستی که بدن یک خانم باردار در دوره بارداری به شکلی تغییر میکنه که هیچ وقت حتی فکرش هم نمیکرده؟ از افزایش وزن و تغییر شکل بدن گرفته تا تغییرات عجیب در پوست و مو. اگر میخوای بدونی که این تغییرات چیه، با من تو این ویدیو همراه باش. یه سفر 9 ماه هست که توی این 9 ماه نه تنها احساسات و خلق و خو رو تحت تاثیر قرار میده، بلکه خیلی از تغییرات فیزیکی هم ایجاد میکنه که حالا بعضی از این تغییرات قابل پیش بینی هستن و بعضی ها نه، خیلی غیر منتظره هستن و ممکنه که ما رو یا خانم باردار رو سورپرایز بکنه. خب اولین و واضح ترین تغییری که توی بدن به وجود میاد تغییر در شکم هستش. خب توی دوره بارداری رحم خب میدونین که برای رشد جنین جا باز میکنه، در واقع باید جا باز بکنه برای اینکه برای جنین جا باشه و برای همین توی دوره بارداری رحم یک زن از حالت معمولی میتونه چند برابرتر باشه. حالا شما فکر بکنین که این چه تغییر خیلی زیادی و فاحشی و توی سایز شکم و حتی فرم شکم به وجود میاره. شکم شما رو گرد میکنه، بعضی ممکنه که شکمشون حتی یه مقدار افتاده بشه، در واقع به خاطر بزرگ شدن رحم این اتفاق میفته. البته این تغییرات شکم توی حالا 3 ماه دوم و سوم، مخصوصا توی 3 ماه سوم به اوج خودش میرسه. دومین تغییر فیزیکی که به وجود میادش توی بدن خانم باردار تغییرات پوستیه. یه سری از لکه‌های تیره که حالا به خط سیاه هم شناخته میشه، اسمشو میذارن، از ناف تا قسمت تحتانی شکم هم پیش میره ایجاد میشه و معمولا بعد از زایمان این خط سیاه از بین میره و یه سری برای بعضی‌ها ممکنه یه سری لکه‌های قهوه‌ای رنگ روی پوست صورتشون ایجاد بشه که حالا بهش ماسک بارداری هم در واقع گفته میشه و معمولا این لکه‌های قهوه‌ای رنگ هم بعد از بارداری از بین میره و جای نگرانی اصلا نیست. سومین تغییر در سینه ها هستش. در دوره بارداری سینه ها خب کمی بزرگتر و حساستر میشه و خب بسیار خیلی هم طبیعی هستش، اما علتش به خاطر افزایش سطح هورمونا هستش که داره سینه رو برای شیردهی آماده میکنه. همینطور ممکنه برای بعضیا، البته نه همه، برای بعضیا اون حلقه دور نوک سینه کمی تیره تر بشه. چهارمین تغییرات در مو و ناخن هستش و خبر خوب این که اکثر خانوم ها در این دوره بارداری بسیار مو و ناخن قوی دارن و علتش هم به خاطر افزایش سطح هورمونا هستش و موها خیلی پرپشت میشه و خیلی برای بعضیا خیلی خوشحالت و براق میشه. اما خب این تغییرات هم موقتیه و ممکنه که متاسفانه بعد از زایمان بعضیا با دچار ریزش مو بشن. البته میگم این تغییرات ممکنه برای بعضیا باشه اتفاق بیفته، برای بعضیا خیر اتفاق نیفته، اما این سطح از قوی بودن مو و ناخن مخصوصا توی مو معمولا موقتیه و بعد از زایمان ممکنه که برعکس عمل بکنه و باعث ریزش بشه. پنجمین تغییر در افزایش وزن و تغییر بدن خانم باردار هستش توی دوره بارداری و خب یکی از تغییرات بسیار شایع هستش که برای همه حالا کم و زیاد داره، برای همه توی دوره بارداری به وجود میادش و معمولا بین حالا هر خانم بارداری بین 10 تا 15 کیلو افزایش وزن خواهد داشتش. حالا برای بعضی ممکنه که کمتر باشه، برای بعضی ممکنه از این 15 کیلو هم بیشتر باشه و خب به خاطر حالا پلاکت ها، مایعی که توی بدن هستش و رشد جنین و همه اینا باعث افزایش وزن بدن میشه توی دوره بارداری و متاسفانه خب ممکنه که یه مقدار به کمر فشار بیاد، رو پاها فشار بیاره توی دوره بارداری و خانم باردار رو کمی اذیت بکنه و میگم حالا این فشار روی کمر و پا دقیقاً به خاطر افزایش وزن بدن هستش توی دوره بارداری. تغییر بعدی تغییر در مفاصل و لگن هستش. خب در دوره بارداری برای اینکه بدن آماده بشه برای زایمان
هورمون ریلکسین ترشح میشه. خب این هورمون کمک میکنه به اینکه شما بهتر حرکت بکنید. چرا؟ چون که مفاصل و رباط‌های شما رو نرم‌تر میکنه. اما متاسفانه ممکنه که یه سری دردهای موقتی برای شما ایجاد بکنه، همینطور باعث ناپایداری در قسمت لگن بدن بشه. آخرین و جالبترین تغییرات در بدن تغییر سیستم ایمنی بدنه. جالبه که تو این دوران هم سیستم ایمنی بدن مادر تغییر میکنه، به خاطر اینکه بدن مادر باید به گونه‌ای عمل بکنه که از جنین محافظت بکنه و در عین حال هم به خودش آسیب نزنه. اما خب این تغییر ممکنه که باعث بشه که مادر رو در معرض یه سری بیماری‌های گوارشی یا عفونت‌های تنفسی قرار بده. بچه‌ها اگر شما هم میدونین که تغییر دیگه‌ای ممکنه توی بدن یه مادر باردار به وجود بیاد، یا اصلا تجربهش رو دارید، یا اینکه اصلا حتی ممکنه که دیده باشین توی اطرافیانتون، ممنون میشم که بیاین کامنت بکنین و تجربیاتتون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی که همراه هم بودین.